وقتی که میبینید یک دوستی، یک عزیزی میاد از سوشال میدیا میخوای فعالیت کنه، خصوصا در جامعه ما افغانا که نام خدا هر کدام از ما اکثرا قوم و خیشایی داریم که با هر ویدیوی ما میشینن طول و تفسیر میکنن و حرف و حدیث پشت سر ما. خیلی جرأت میخواد که بازم بیایم در سوشال میدیا فعالیت کنیم و این خیلی مهم است که ما از همدیگه حمایت کنیم. یعنی واقعا هیچ خرجی برای ما نداره و واقعا هیچ چیزی از زمان ما رو نمیگیره. ما آلردی در سوشال میدیا هستیم. یک لایک کردن، یک کامنت موندن، یک شیر کردن چقدر از وقت یا از هزینه ما میگیره که این ما خیلی وقتا دریغ میکنیم. تو عزیزی که جرأت به خرج دادی با اینقدر چیزایی که ما میفهمیم که چقدر فرهنگ ما هست آمدی و در سوشال میدیا فعالیت میکنیم، من باید افتخار میکنم و من باید میگم که لطفاً گیواب نکن. تو قدر قوی بودی که آمدی شروع کردی و مطمئن باشه قدر قوی هستی که ادامه بدی. و اگر دیدین که در شروع کارتان او عزیزا و کسایی که خودشان با شما صمیمی میگیرن از شما حمایت نمیکنن، یک لایک و کامنتشان از شما دریغ میکنن، این باعث نمیشه که شما ادامه ندین. تو مطمئناً جمع خودت پیدا میکنی، تو مطمئناً دوستای خودت پیدا میکنی، فقط ادامه بده.